خب من برای خیلی پیام فرستادم. این طرفدارای پهلوی اینا انقدر ناچیز و به درد نخور هستن که ارزش این که پیام براشون فرستاده بشه که ندارن. اونا که هیچی. برای خود آقای پهلوی یه پیام دارم و اونم اینه که آقای به اصطلاح کسی که خودش رو از بازماندگان پادشاهی پهلوی میدونه، پدرت رو تو آسمان همین آمریکا 8 ساعت 9 ساعت چرخون، پدر مریضت رو، مادرت رو همین آمریکا بود که رو آسمون چرخوند، اجازه فرود هواپیماشو نمیداد که خودت بی‌ناموس، خودت، چرا من به پدر و مادرت میگم، خودت و داداشت و اینا همه رو آسمون تو هواپیما بودین. همین آمریکا بود که به تو اجازه نداد هیچ کشوری اجازه بده هواپیمای پدرت بشینه تو کشور. بعد تو میای طرفداری اینو میکنی، این کشور رو میکنی. بذار یه چیزی در مورد ایران و جمهوری اسلامی بهت بگم. میبینی که نگاه کن، من حزب اللهی نیستم بی پدر مادر، من وطن پرستم، من ایرانیم و از اون روزی میترسم که بی شرف بازی های تو وطن فروش باعث بشه که تمدن 7000 ساله ایرانی که نه فقط برای ایرانه و برای بشریته از بین بره. این قوم وحشی که به ایران حمله کرده داره تمدن بشریت رو از بین میبره. تو چطور نمیتونی محکوم کنی؟ تو حرومزاده چطور نمیتونی جلو یک چنین وحشی بازی؟ مغولم با ایران این کارو نکرد، اسکندرم با ایران این کارو نکرد. وحشی ننگی که تاریخ الان برای وحشی بازی مغول ها و اسکندر گذاشته بر اساس اینه که کتابخونه های مهم جهان رو آتیش زدن و نذاشتن که سواد، علم، این که چجوری جراحی مغز باز میکردن ایرانی ها یا چجوری چشم مصنوعی داشتن، همینا رو تو بی‌ناموس وطن فروش میدونی و داری این کارو میکنی.